خب توی روز خوب پاییزی با هوای خیلی عالی، جای همگی تو خالی، ورزشگاه عزارتپه آزادشهر مسابقات تیراندازی با کمان رو زیر نظر هیئت استان برگزار کردیم و با ما همراه باشید این جمع صمیمی رو ببینید. خب اومدیم سری مسابقات تیراندازی با کمان استانی که در آزادشهر داره برگزار میشه در جمع ورزشگاه خوبمون. هم دیدیم و هم یاد گرفتیم، هم که توی پذیرایی در کنارشون بودیم. مسابقات خیلی عالی بود، در سطح خیلی خوبی برگزار شد. خب امروز اومدیم توی مسابقات تیراندازی با جمع ورزشکارای عزیز، مسابقات استانی برگزار کردیم، در خدمتشون بودیم. کلی غذا و نوشیدنی خوب اینجا فراهم کردیم و ورزشکارای عزیزم راضی بودن. بازی هم داره تمام میشه. اولین اتفاق جذابی تو مسابقات تیراندازی با کمان تو استان گلستان افتاد. آوردن یک کافیمن حرفه‌ای بود با دستگاه قهوه بسیار آره و تمام امکانات موجود برای مسابقات تیراندازی با کمان. آقا همه راضی بودن. کباب مرسی، اتفاق قشنگی بود. زحمت ناهار رو کشیدن. خب بعدش نشستیم، غذامون خوردیم، همه استراحت میکنن واسه ادامه مسابقات. ما موقع ناهار شد و بعد از اینکه یه پذیرایی مختصری داشتیم از هیئت، لیست غذاها رو گرفتیم و با کلی غذاهای خوشمزه و گرم و تازه داریم میریم به داد شکم‌های گرسنه این ورزشکارای عزیز برسیم. از صبح اومدن تمرین و حتی صبحانه کامل هم نخوردن، اما دمشون گرم، کلی تیرای خوشگل زدن و داریم میریم که یه دلی از غذا در بیارن. جای همگی خالی.